بفرمایید. بیا. سلام علیک. سلام آقای رضا مسقالی. مخلص شما. نامه اعمالت که حسابی سیاهه. زندگی دیگه. اینطور که معلومه مدت زیادی رو باید با هم زندگی کنیم. فی‌الواقع تا آخر عمرت. خیلی باید ببخشین جناب جابر، من خیلی اینجا نمیمونم. تو پروندم اشتباهی شده. عجب. بله، من وکیلی گرفتم، فرجام کردم. تقاضای فرجام کردی البته. حالا به هر حال میدونی آقا، محل سرقت مسلمانای حرفا نیستم. محرم و سفر رمضان و سرقت تعطیل، گلابرتون نجسی حروم. من تو زندگی مثلا تفنگ بادی هم دستم نگرفتم. به ما باتون زدم. تمام شد. بنده که شما رو میشناسم. استناد من به این پرونده است که جلومه. این پرونده به من میگه شما آدم ناراحتی هستی. میگه چندین بار برای جرایم مختلف به زندان رفتی ولی هرگز اصلاح نشدی. در یک کلام به من میگه شما وجودت برای جامعه مضر. تو حرف من نپر عزیزم. همه اینا رو گفتم ولی یک نکته باقی موند و اون اینکه به نظر من تو خوبی. قربون شما. نه فقط تو، همه خوبن. فطرت همه پاکه. حتی اون قاتل، حتی توی سارق مسلح. تو حرف من نپر عزیزم. بگو ببینم مردم به خودشون زحمت میدن، رژیم غذایی میگیرن برای چی؟ برای چی؟ خب واسه اینکه لاغرشن دیگه. برای لاغر شدن و برای سلامتی. من میگم برای سلامت روح هم باید رژیم گرفت. یه رژیم روحی. پس اینجا زندان نیست، منم رئیس زندان نیستم. اینجا یک کلینیک امراض روحیه. عجب. و شما بیمارایی هستید که به اینجا مراجعه کردید تا سلامت روح و نفس خودتون رو تحت رژیم روحی مجاور به دست بیارید. من شما رو میفرستم به بهشت ولو به زور. کجای این حرف خنده دار بود؟ هیچ جاش. همین که میخواد با زور بفرستیم اون بهشت با مزه بود یه ذره. بله، به نظر عجیب میاد ولی شدنیه. به شرطی که مطابق رژیم روحی من رفتار بکنی که البته آسونم نیست. سرباز این دوستمونه میبری انفرادی. انفرادی باز چی؟ برای اینکه اولا وسط حرف من نپری، ثانیاً وسط حرف من نخندی، ثالثاً انفرادی برای امثال تو خوبه. بعداً به خاطر این کار از من تشکر میکنی. ببرش. آقای مسقالی، به خونه جدیدت خوش اومدی. برو. الهی فلک چون ما زبون شی دل دم چون دل ما غرق خون شی. اما خدمتی جان سرن دستی تو بردار. سوال دلم چون دل ما غرق خون شی. اگر یک لحظه خواستی غم ببینی یقین دونم که از این غم سرنگون شی. یقین دونم که از این غم سرنگون شی. همون شد. بیا. برو. برو دیگه. های نصر گوزردی محمود قدیمی سایران نگهبانی مواجه کن. آخه تفلکش گیری افتاده اینجا. ببین نمیتونی یه جوری درش بیاری؟ اومدم برم نشد. پیرهنم گیر کرد پاره شد. اینها خب بزن با تیر خلاصش کن دیگه. قربونت برم. قشنگای من حساب کتاب داره.
بله من جز 10 تا کلاغ میزنم. اگه 2 دقیقه منو با تیر نزنی میام بالا خلاصش میکنم. میای بالا؟ از کجا؟ از دیوار. از این دیوار؟ چجوری؟ دستامو میگیرم میام بالا. خالی نبر. شرط میبندم. شرط میبندی. سر چی؟ سر شام امشب. قبول. شرط بندی؟ سلام. دوباره رفتیم انفرادی. نه ما شرط بندی. من حاضرم شرط ببندم. شرط بندی به تنهایی ایرادی نداره، به شرط که تبدیل به قمار نشه. تا شما گفتی که میتونی از این دیوار بری بالا بدون نردبان. خب آره. پس ما در حضور این دوستان شرط بندی میکنیم که اگر شما تونستی از این دیوار بری بالا 1 هفته مرخصی از کار زندان و اگه نتونستی 1 هفته انفرادی. چطوره؟ نمیتونی. هستم. بفرمایید شروع خالی کنید. بنده. بایسته. ماشاءالله ماشاءالله جالسة قرابر وقت يعني انا براي سبايدر مان دي ما شاء الله ها داداش استفاده نکن دیگه 5 دقیقه برو تو خندیدیم برو پایین الله خسته نباشی. قربون شما. هم شرط بردی هم یه کار ثواب کردی. ببرش انفرادی. انفرادی شوخی میکنید؟ نه خیر، انفرادی برای اینه که عادت زشت از دیوار بالا رفتن از سرت بیفته، مخصوصا از دیوار زندان. ای بی معرفت. نه من زیر قولم نزدم. میتونی 1 هفته استراحت مطلق بکنی، منتها تو انفرادی. سرسرا ننو زیاد فرجامت هم رد شده. حالا مهمون مایی. برو تو. برو تو دیگه. اصولتاً دفعه اول که آدم ها رو ببینم برام خیلی مهم هستم. عزیزم دفعه اول که دیدمش خاطرها شدم. بعد که دیگه دوستش نداشتم نفسش برید. حالا تو رو دوست دارم. خیلی خیلی آدم خوبی هستی. آدم مهمی هستی. در مورد تخت خوابا اصلا نگران نباش. طبقه اول تو بخواب، طبقه دوم من بخواب. خسته شدم دیگه چقدر طیبه کشم. از اون برنامه اگه نمیدید تمیز کردم این نظرم عوض شد. طبقه اول من میخوام، طبقه دوم تو. اونور تمیز مونده. تو از دست من عصبانی هستی. شما نمیفهمید. من فقط میخوام آدمتون کنم. قبول کن کار سختی. بلدی؟ چی؟ نماز. خاره ولی یادم رفت. همه یادشون رفت. کاری نداره. دلاراز شو. بچه جای این کارا نیست، یادت باشه.
ببرشم فردی. پاشو. بیا میخنده ارتون. بیا بیا ببین از بعد همین وزنه ها. بیا آقا رضا چرا نمیخوری؟ اگه زن خدا بیامرزم دست مختش به این خوبی بود حالا زنده بودم. خیلی خوب، حالا دنیا که به آخر نرسیده. برو خدا رو شکر کن تنت سلامته. حالا عقل نداشتی؟ خب نداشتی. دوست داشتی آزاد بودی اما نداشتی؟ حالا که گوشت منو! خدا! جانی آقای! سلام. تقصیر من بود، من شروع کردم. برم کجا؟ انفرادی. نه عزیزم، من بعضی میفهمم. همه ابدی اول جفتک میندازن ولی بعد عادت میکنی. انشالله در کنار هم زندگی خوشی خواهیم داشت. بشین عزیزم، بشین غذاتو بخور. این یکی رو ببرین انفرادی. تو برو. اونو گفت. برو بیا. عشق من پیدا شد، دیدم چو دریا شد، در میان عشق من سایه تو پیدا شد. سرنگ اینک تو بده تمیز کنم. چیکار داری تو؟ به کارت برس. بیا برو. یه رفته تو قطر میذاره و کارنر و اسم پیروزی چک گرفته. جنرال رضا کیاسی ناظر داوری این دیدار رو هم خون ازش میکنید از سمت چپ تو برای دروازه فرستاده بشه. اسم کابورت بهترش یه بار دیگه فرجام تو میخوام. داری چی کار میکنی؟ چیزی نیست. حمید استیلی تو داری خودکشی میکنی. گفتم چیزی نیست ندید بگیر. موشیشه رو بذار کنار، بذارش کنار. نمیگم کاری نمیخوام بکنم، برو دنبال کارت، برو فوتبالتو ببین. که با خیال راحت بری خودکشی تو بکنی. خاتم نوازی ناشوج بدبخت، من به خاطر خودت میگم خودکشی گناهه. یکی دیگه از اون قرصا بخوری میگیرم میکشمت. خیالت راحت شد. دستم برید. سلام عزیز برادر. سلام علیکم. مثل اینکه خیلی ناامید بودی که میخواستی. جان امام حسین هر چی میخوای بگی بگو، فقط ما رو نصیحتمون نکن. همین. قصد نصیحت نداشتم، فقط میخواستم بگم تو اینجور مواقع شاید بشه به خدا توکل کرد. به خدا توکل کنم که چی بشه؟ اینمون سگ زندگی میکنیم، نه محبتی نه احترامی، همینجوری چپ و راست میزنم تو سرمون.
وقتا میگن به خدا توکل کن. همه بهشت جهنم که میگن. خیلی واسه ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. جهنم و بهشت این حرف همش کشکه، واسه خرد کردن من شماست. اینا رو تو گوش من شما میخونن که ما رو خاموش بکنن. کیا؟ همین آخوندا دیگه. البته آخوندام خوب و بد دارن. بله خوباشی گرون خرید داشتن، گذاشتن به فصلش بدن بیرون. آخه سرنگ جون بالاخره نگفتی چند ماه خدمت؟ چند دفعه میپرسی؟ برو دیگه. قربونه کل کافهیت برم من. بیا آرتور. میبینم خدا رو شکر حال تو امروز خیلی بهتره. رنگ روتون هم باز شده. حال من دیگه بدتر و بهتر نداره. از بابت این آقا معذرت میخوام. تخت خالی وجود نداشت. استعداد دارم. اتفاقا بلافاصله با هم دوست شدیم. رفیق ما خیلی به روحانیت ارادت داره. چه خوب. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. آقا ما خیلی شرمنده شما. برای چی؟ دشمنت شرمنده باشه؟ خب دیگه بالاخره آدم یه وقتی دلش پره باید یه جوری به این نفر فوش بده دیگه. یکی بهتر از ما خوندم. اسم من رضاست. منم اسمم رضاست. میدونی آجی باور کن اگه لباساتو ندیده بودم 100 سال دیگه هم نمیتونستم بفهم شما آخوندی. چطور؟ آخه اصلا به دستات نمیاد آخوند باشی. آخه آخوندی شغل من نیست. یعنی چی؟ کار اصلی من گچبریه. گچبری سنتی، مقرنس، گل و مرغ. شغل آبا اجدادی مونه. مگه اینجوری هم میشه؟ چرا نشه؟ تن آدمی شریف است به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. دم شما گرم. به جان آدمیت. چطور آقای دکتر؟ خوبه. فردا فکر کنم مرخص بشی. دکتر جون حالا هنوز خوب نیست. بگینگی یکم همچین احساس ضعف میکنم. بازو هنوز یکم درد میکنه. میخواین بنویسم یه هفته مهمون ما باشید؟ اگه این کارو بکنی که خیلی خوبه. دست شما درد نکنه. نه جانم. اسباباتو جمع کن. مینویسم فردا بیان ببرنت. خدا حافظ. بابا من نمیخوام برگردم تو خراب شده. به خشکی شانس مگه پام نرسه اونجا. این دفعه شارکم میزنم. باز که ناامید شدی آقا رضا. میدونی چی آجا ها؟ اگه جهنمی هم تو کار باشه ما جامون تایی موتور خونشه. نه عزیز برادر، به عدد آدمای دنیا راه هست برای رسیدن به خدا. چی؟ عرض کردم به تعداد آدما راه هست برای رسیدن به خدا. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند همه دراشو به رو بندش نمیبنده. اینقدر ناامید نباش. خیلی بس ببخشین ها. شما آخونده مثل که روزه نخونین نمراتون نمیگذره. نه والا فقط ما نیستیم که روزه میخونیم. اینهاش گوش کن. آدم ها همه چیز را همینجور حاضر و آماده از مغازه ها میخرند. اما چون مغازه‌ای نیست که دوست معامله کند، آدم ها ماندند بی دوست. تو اگر دوست میخواهی مرا اهلی کن. پرسید اهلی کردن یعنی چه؟ گفت یعنی ایجاد علاقه کردن. و این چیزی است که این روزها پاک فراموش شده. پرسید راهش چیست؟ گفت باید صبور باشی. خیلی صبور. عجب. از همه جای دنیا روزخون داره. همینطوره عزیز برادر. سلام هم برسون. علیکم السلام. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
و نیومدن دنبالت من یه دوشی بگیرم. آجا خب ما که خیلی خوش گذشت. تا حالا با آخون جماعت نپریده بودیم. به منم خوش گذشت. منم تا حالا با یه زندونی اهل دل نپریدم. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم. فرشته فرشته ای تو اون روحه فرشته. بنده راضی به زحمتتون نبودم. اختیار دارید حاج آقا، چه زحمتی؟ شما بیشتر از اینو گردن ما حق دارید. استعداد دارم، خدا عوضتون بده. خیلی وقت بود ما آویزون بود. بله حاج آقا دیدم مردم خیلی بد شدن، دیگه احترام سرشون نمیشه. خب دیگه متاسفانه اینطوریه، کارش هم نمیشه کرد. عزیز برادر دارید ورود ممنوع میرید. ورود ممنوع چی حاج آقا؟ اینجا خط ویژه است. خب منم مسافر ویژه دارم دیگه. الو جانم اومدم 2 دقیقه دیگه اونجا رسیدم، دارم میام بر میام. آها پلیس هم تشریف بردن. کارت ماشین گواهینامه معیب باشید جناب سرمان. حاج آقا ما یکم عجله دارن، کار واجب بوده از اینجا اومدیم، شرمنده. حاج آقا سلام علیکم، خسته نباشید. خدا قوت. ببخشید دیگه، به هر حال سعی می‌کنیم ان شاءالله دیگه تکرار نشه. خدا نگهدارتون باشه. بله تکرار نشه. ممنون باشم. البته بنده خیلی معذرت میخوام، خیابون فرشته این طرفا نیستا. فرشته؟ شرمندم حاج آقا، ما چرا فردوسی شنیدم. ببخشید من دیگه دیرم شده، باید اینجا بپیچم، شرمندم، خیلی عذر میخوام. روم سیاه به خدا. خب حالا اشکالی نداره. شما شنیدید که دستم بگرفت و پا به پا برد مادر. این 2 تومن مال فردوسی، این 2 تومن مال فرشته، این 2 تومن هم مال ورود ممنوع. کیفت تو جیبم جا موند. سلام علیکم. بفرمایید. بله؟ کی؟ بسیار خوب. برادر جکسون شما هستی؟ فرمایش. شما به جرم مالخری و قاچاق بازو داشتی؟ حاج آقا اشتباه مرتی که اولاغ، منم رضا. خیلی بیشوری. این چه رخت و قیافه واسه خودت درست کردی؟ حجت الاسلام و المسلمین ایرزادیه، معین باشی انشالله. پس حله دیگه سفارش نکنم. این یکی از دوستای خودم ها. یه وقت دردسر چیزی واسهش درست نشه، وقت من میدونم و تو میفرستم برام. باشه خداحافظ. کارش درسته. این محمود معتضدی خیلی تیزتر از این حرف هست. به سن و سالش نگاه نکن. پاسپورت جعل میکنه که خوده داره گذرنامه نمیفهمه اصل یا بدل. این پاتو بشه قهوه خونه مظفری، تو ایستگاه قطار میاد دنبالت. پاسپورتتو میگیری، پولش هم حساب شده. دست درست.
برای مثال یکی از قابلیت‌های منحصر به فردی که در اینترنت بسیار مورد اینترنت، مسئله چت، و گفتگو هست که مولتی مدیا. اینا چیه داری میگی؟ آخونده که اینجوری حرف نمیزنه. اینا پس اینا چیه؟ حالا این یکی اینجوری شده. بعد این آخونده معمولی حرف بزنی. یا کن. بحث رستگاری در اوج ذروت با بررسی فیلم سینمایی پال فیکشن. بابا جکسون یا آخونده راجع به همه چی حرف میزنن. مثل این. مثلا چی میگه پال فیکشن؟ پال فیکشن یعنی چی؟ اسم فیلمه. شامتو بخور. همونطوری که خود تارانتینو هم میگوید من میخواهم آنجایی باشم که خدا میخواهد. سلام علیکم. عجب بچه فجیست ماشاءالله. سلام علیکم. یاد آقا امامت در عکسه. من دهنتون رو خداوند مورد عنایت قرار بده انشاءالله. سلام بنده رو به مادرتون ابلاغ بفرمایید. ارادت دارم حاج آقا. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. تشریف بیارید لطفا. بفرمایید. بفرمایید اینجا راحت. شما بنده رو مزین فرمودید. انشالله در طول سفر از محضر حضرت عالی فیض خواهد. بله بله قبول حق. با اجازه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاج آقا اجازه می‌فرمایید تا ایستگاه بعدی موقتاً مسافر اینجا بشینه؟ خواهش دارم، اختیار دارید. بفرمایید. سلام. بنده عذر تقصیر دارم. کوپه خانوادگی خالی نبود، گفتیم کجا بهتر از اینجا پیش حاج آقا که امین ناموس مردم هستن. بله بنده امین ناموس هستم. تا ایستگاه بعدی بیشتر مزاحمتون نیستم. چه زحمتی، ایشون مراهم هستن. با اجازت. بفرمایید حاج خانم. سلام علیکم حاج آقا. آه ببخشید حاج آقا. اختیار دارید. خیرت بده حاج آقا، از پا افتادم بس که ما رو این کوپه به اون کوپه کرد. بله. چی بگم حاج آقا؟ هیکل این هوا ولی ای وای مامان، این حرفا چیه میزنی؟ مادر آخوی مثل دکتر محرم آدم. والا اگه این حرفا رو به ما نگین به کی میخواین بگین؟ میفرمودید حاج خانم؟ بله دیگه. حالا اون مشکلی سرشو بخوره وامونده، دست بزنم داشت حاج آقا. استغفر الله ربی و اتوب الیه. توب علی. عجب آدمایی پیدا میشن. بله حاج آقا، همیشه خدا تن و بدن فائزم کبود و سیاه. فائزه نه اون کبودی رو نشونه حاج آقا بده. وا ماما نمیشه. خب میخوام حاج آقا ببینه تو چی کشیدی. مادر پیش مرگت بشه الهی. بکت گردن کلوفه ازش میترسم. باباشو جلو چشش آوردم، دخترمو بردم طول درمون گرفتم، ازش شکایت کردم حاج آقا، طلاق دخترمو گرفتم. الهی بمیرم، شماها چی کشیدین؟ هنوزم چشش دنبال فائزه است، هی میگه برگرد. منم گفتم خفه شو، مگر رو لش من رد چی؟ یه وقتی اشتباه رو نکنی یا فائز خانم. نه حاج آقا، همون 3 سالی که تو خونش بودم برای 7 پشتم بسته. شما دعا کن حاج آقا یه شوهر خوب نصیبش بشه، بیاد برش داره ببردش. انشالله تعالی یه همچین مال
یعنی یه همچین بانوی وجیه فهمیده‌ای روی زمین نمیمونه. چی شد؟ هیچی، خوابشون برد. به همین زودی؟ بله، همیشه همینجوری یهو خوابشون میبره. چه خوب. طفل معصوم. اون مرد بی صفت چی به روز تو آورده؟ خدا ازش نگذره. بله، یعنی تهش فکر کنم منو دوست داشته ولی اصلا لات بود. بله، کسی که دست روی همچین زنی بلند بکنه باید دستاش قلم کرد. خیلی ممنون. حاج آقا میشه اون پنجره رو ببندید؟ مامانم یکم مریض احوال میچاد. شما که خوبی؟ بله. خب خدا رو شکر. باشه به روی چشمم. چی شد حاج آقا؟ چیزی نیست، گیر کردم. الان درش میارم. میخواین ترمز خطر رو بکشم؟ شما با ترمز چی کار دارید؟ من خودم درسته. خدا عوضتون بده انشالله. خیلی باید ببخشید حاج آقا، پنجره ها زنگ زده گیر میکنه یه وقت. اشکالی نداره. خب پاهرا اسباب اساسیاتون رو جمع کنید برید. بفرمایید که حاج آقا راحت باشن. نه خیر، من اینجا راحتم. کجا میبریدشون؟ میذاشتم اینجا میموندن دیگه. یه کوپه خانوادگی خالی شد. بفرمایید. ما بریم حاج آقا، شما به عبادتتون برسین. خداحافظ حاج آقا. اصلا لطف عبادت به جماعتشه. شما که ما آخوندا رو میشناسیم، دوست داریم دوره هم باشیم و اختلاطی بکنیم. تشریف داشته باشیم. فکر هم صحبتم براتون کردم حاج آقا. بفرمایید آقای. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اشهد ان لا اله الا الله. ببینید من از اول امسال 15 بار رفتم. خوبیش هم اینه که هیچی نمیخواد، نه ویزا نه هیچی، فقط یه پاسپورت. مگه نه جناب سرهنگ؟ بنده اطلاعی زیادی ندارم. اما من نمیدونم این چه قانونیه که فقط باید تا مرز $80 جنس وارد کنیم. یعنی چی جناب سرهنگ؟ ما میخواییم به مردم خدمت کنیم. این کار گمرکه، من خبر ندارم. مگه شما کجا خدمت کنید؟ ما آقای چی هستیم؟ جز میگی؟ بله. خداوند عوضتون بده. خدمت میکنید، اجرتون با ثواب ببرید. نماز کسی که باید برای نماز پیاده شید. از برکت وجود شما حاج آقا نماز رو به جماعت بخونیم، 2000 ثواب بیشتر ببریم. بله، سعادتیه برای ما. بفرمایید حاج آقا. من آخه اگر اجازه از فرمودید منبری هستید حاج آقا؟ با اجازه شما برای امام جماعت تشریف برید دیگه. اگر خدا قبول کنه انشاءالله به سلامتی. میگن مست رو باید تا رستمگاه مو کشید. من تا کجا بکشم؟ همون جایی که رستم کشید عزیز برادر. به جام بکش دیر شد. حاج آقا امیری یه حضور بگید که قطار حرکت میکنه. کدوم مسجد انشاءالله تشریف برید حاج آقا؟ والا اگر اشتباه نکنم مسجد الامیر. الامیر کجا هست؟ همین حوالی باید باشه. بفرمایید. ملاحظه میفرمایید حاج آقا، یک قطار پر از جمعیت، نمازگزار 20 نفر بیشتر نیست. ای بابا آدم کسایی رو میبینه که اصلا نماز خوندن بلد نیست. آقا خب حاج آقا ببندید. چی رو ببندیم؟ حاج آقا مزاح میفرمایید. بفرمایید حاج آقا، بفرمایید. الله اکبر. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر.
الله اکبر. سبحان الله. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده موقع نماز خوندن انقدر از خودم بی خود میشم که متوجه گذر زمان نمیشم. التماس دعا داریم حاج آقا. منظور منم همینه. تقبل الله حاج آقا. همینطوره. ما رو هم دعا بفرمایید. بله خب دیگه بروید ان شاء الله همگی با هم. عزیز برادر، بنده راضی به زحمت شما نبودم. چه زحمتی حاج آقا؟ ما که شیفته سجایای شما شدیم. اختیار دارین سجای شما که از مال من خیلی بهتر بود. یه عرض خصوصی داشتم خدمتتون حاج آقا. ببخشید ما که هی میریم اونور رو برمیگردیم، مرتب از خانواده به دوریم، تحت فشاریم. متوجهم، حرف دلتون رو بزنید. حکم صیغه اهل کتاب واسه ما چیه؟ نمیدونه حاج آقا اون طرف چه بهشتیه. حرامه. حرام یعنی هیچ راه دیگه ای نداره تبصره ای چیزی؟ نه خیر، این کار عند حرامه و در روایت آمده است که هر کس این کار را بکند فرشتگان به او توف میکنند و مرگ بسیار بدی هم دارد. شیطان شخصا دهن او را مورد عنایت قرار میدهد. سفر خوشی داشته باشید بهتر است. بریم حاج آقا. کجا؟ من تا مسجد امیر میرسونم. راضی به زحمت شما نیستم. این حرفا چه میزنید حاج آقا؟ بریم، ماشین منتظره. آخه واقعیتش اینه که قرار است که به دنبال من بیام. واقعا تعارف که نمیکنید؟ نه خیر، فکر کنم همین دو وقت اومدن دنباله. خوش اومدی حاج آقا. ببینید من آخه اجازه بدید شما حاج قرار فرضی نبود که این حاج آقا انسان بسیار بزرگوار و با تقوایی ام. قدش بدونید. الحمدلله. از وجناتشون هم پیداست. فکر کنم اشتباهی شده. بنده قرار بوده امام جماعت مسجدی به شما. مسجد ماست دیگه حاج آقا. ما از یک هفته قبل خبر داشتیم که شما قرار تشریف بیارین حاج آقا. انقدر در ستاد اقامه نماز خدمت برادران نامه‌نگاری کردی که بالاخره نتیجه داد. خب الحمدلله. ببخشید اسم مسجد شما چیه؟ مسجد امیر حاج آقا. عرض نکردم. همه چی درسته آقا. این حاج آقا صحیح و سالم تحویل شما. به سلامت. اجازه بفرمایید. حاج آقا معید باشید. به این حاج آقا مال ما بود. مگه شما قبلا حاج آقا رو میشناختید؟ بله ما با حاج آقا هم قطار بودیم. بفرمایید حاج آقا خوش اومدید. حاج آقا پس چرا به ما نگفتی؟ نگفتم، فکر می‌کردم گفتم. علی ای حالم خداوند ما خدمت بدهد که به شما توفیق کنیم. حاج آقا بفرمایید. اگر اجازه بفرمایید می‌خوام یکم هوا بخورم. بفرمایید جلو. ما عقب میشیم هوا خوردنه. بفرمایید جلو. بفرمایید جلو. بفرمایید دیگه چقدر تعارف می‌کنید. ما دیگه با اجازهتون داریم مرخص میشیم. شما چرا تشریف نمیبرید؟ ماشین رو پنچر کردن. شما بفرمایید آقا. مواظب خودتون باشید. حیفی. ببخشید در ضمن من میخواستم بدونم این لب مرز و گمرک که میگن این اطرافه کجاست؟ حاج آقا از روستای ما 5 کیلومتر دیگه هم که برید ایستگاه مرزیه. صحیح. وقت رفت آمدم میشه از اونجا دیگه. بله ولی خیلی سخت میگیرم چون دزد و قاچاقچی زیاد شده متاسفانه. اینه که بدون گذرنامه امکان نداره. عجب. با اجازهتون حاج آقا ما مرخص بشیم. بفرمایید حاج آقا. شما بفرمایید بنده این عزیزان رو راهی کنم. الهی که من یقین بدونید که اجازه امام دست شماست عزیز دل برادر. ما همین پشتتونیم حاج آقا. تشریف بیاریم پیش ما. صاحب تشریف باشید حتما خدمت میرسیم ان شاء الله. آقا سلام علیکم. به به آخوند جدید سلام علیکم. کارش نداشته باش آقا جواد. کارش ندارم با. بنده جواد دلانگیز هستم مخلصشون. بسیار خوشبختم از دیدار شما. از قیافت معلومه. الان از تهران رسیدی؟ به تو چه مربوطه؟ مگه تو شوهرشی میپرسی؟ بده من سایت واسط بیارم. لازم نکرده. مگه خودمون چلاقی؟ بیا بریم فائزه. ببخشید حاج آقا خداحافظ شما. تشریف میبرید؟ خدا پشت و پناهتون باشه ان شاء الله. از این طرف. بله. منتظرتونم. خدمت میرسیم حاج آقا. بله حتما مفصل. بفرمایید حاج آقا. بفرمایید. 1 سال بیشتره که مسجد ما روحانی نداره حاج آقا. ولی من نذاشتم چراغ مسجد خاموش بشه.
ملاحظه بفرمایید. این شبستان مسجده. مسجد اصلی هم اون طرفه. چند تا حجره هم اطراف داریم. هر پنجشنبه دعای کمیل برگزار میکنیم. کلاس‌های قرآن هم داریم برای جوونا و نوجوانا که خودم درس میدم. البته تعداد مسجدی‌ها متاسفانه خیلی کمه حاج آقا. حالا که حاج آقا تشریف بردن ان شاءالله مسجد همون مسجد قدیم میشه. ان شاءالله. شما خودتون یه پا آخوندید، پیش نماز که بودید، قرآن هم که درس میدادید، دیگه چیزی کم ندارید. بنده فی‌الواقع آخوندزاده هستم حاج آقا. منتها به دلیل شرایط زندگی نتونستم ادامه تحصیلات بدم. الحمدلله غلام علی راه پدر بزرگشو دنبال میکنه. بحمدالله بحمدالله. 4 جزء قرآن حفظ حاج آقا. 6 جزء جان. ای بابا فتبرک الله. انشالله قرار شد امسال که حافظ کل قرآن شد تو مسابقات سراسری شرکت کنه. انشالله انشالله. فقط باید سخت کار کنه. عشق به قرآن که باشه حاج آقا سختی نداره که. انشالله در مسابقات قهرمان بشه و بره برای تیم ملی. حاج آقا ببخشید یه سوال. شما بفرمایید. درس خارج هم خوندین دیگه؟ خارج نه خیر، بنده تمام مدت قم بودم. اینم محل سکونت شما حاج آقا. دیگه باید ببخشید در حد وسمون بودش. به به صدا میکنم، چه جای خوبی، واقعا زحمت فراوانی کشیدید. در روش همینه دیگه. بله. منظورم در روبروشه. به نوعی بله. حاج آقا من یه سوالی داشتم. اتفاقا سوال یادداشت نکن آقا مجتبی. حاج آقا خسته است، تازه از سفر اومده. بذار باشه انشالله وقت نماز. با اجازه شما حاج آقا. سلامت. فقط این دوتا جوان رعنا باشن، من یه کار مهمی باهاشون دارم. هر جوری میل شما حاج آقا. در خدمت حاج آقا. خب عزیزان شما بفرمایید ببینم وضو چند رکعته؟ منظورم اینه که وضو رو چجوری میگیرن و نمازها چند رکعته؟ بله حاج آقا. به نام خدا نماز صبح جا 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته جا، نماز عصر 4 رکعته جا، نماز مغرب 4 رکعته، 2 بار میره نماز بعد حاج آقا با کف دست راست از 4 رکعته، نماز مغرب 4 نماز مغرب 3 رکعته. سوال من شما مجاور جان اینقدر هرس نخور. زندانی کارش اینه که فرار بکنه، ما هم کارمون اینه که بریم بگیریمش بیاریمش. آسمون که به زمین نیومده. متوجه نیستی سرگرد. دارم بهت میگم این اتفاق تا الان برای من و زندان من نیفتاده بود. این آدم حیثیت و پرونده کاری منو لکه‌دار کرده. ببین منو هیچ جایی نمیتونه بره. مشخصاتشو به همه جا دادیم. تمام آدمایی که باهاش رفت آمد داشتن تحت نظر داریم. تلفنش هم کنترله. یه حرکت غلط بکنه گرفتیمش. دیگه چی میخوای؟ فکر کن مجاور، اگه هیچ زندانی فرار نمی‌کرد دیگه زندانبان بودن به چه درد می‌خورد؟ سلامتی حاج آقا احمدی صلوات. محمد. آقای فضلی شما بفرمایید. خواهش می‌کنم حاج آقا بفرمایید. خدا تعارف نمی‌کنم من و شما نداریم، من اینجور راحت‌ترم. مؤید باشین ان شاءالله حاج آقا. پس رخصت. در خدمتتونم. خب از آن بده بریم دیگه. از اون گفتیم آجا. از کدوم؟ از اون دیگه. آها. پس تو چرا اونجا ایستادی؟ آجا من مکبرم دیگه. خیلی خوب. الله اکبر. الله اکبر. تکبیرات الاحرام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین السلام الرحمن. علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. حاج آقا به فیض برسونید. جان جانت بی بلا. اهالی خیلی وقت پای منبر نبودم، به فیض برسونید. یعنی دوباره بخونیم؟ نه خیر، خطبه را عرض کردم حاج آقا. آها فی الواقع بالا رو میفرما. صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز که برای اولین بار در خدمت شما دوستان محترم هستیم بسیار خوشحال و مسرت بخش هستیم از حضور در این محفل نورانی. عرضم به خدمتتون
میخواستم خدمتتون عرض بکنم که بحث امروز ما در مورد چیه؟ در خصوص راه های رسیدن به خدا که به تعداد آدم هاست. خب حالا این یعنی چه؟ این جمله یعنی این که مثلا شما، بله، برای شما یه راه است برای رسیدن به خدا، برای نفر بغل دستیتون یه راه است برای رسیدن به خدا، برای شما شما نه، اون آقای پشتی که کت سرمه‌ای تنشه، بله شما بله، برای شما هم یک راه است برای رسیدن به خدا، برای این آقای فضلی یک راه است برای رسیدن به خدا، برای نونوا، برای قصاب، برای زندانی. بله، روی این کلمه خیلی دقت بفرمایید. برای اون زندانی مادر مرده خلافکار هم یک راه هست برای رسیدن به خدا. و بحث زندانی پیش آمد، میخواستم خدمتتون عرض بکنم این مسئله رو. شما فرض بفرمایید که میخواید وارد یه خونه بشید. خب راههای متعددی وجود داره. یه وقت است که شما کلید میندازید و در رو باز میکنید و وارد خونه میشید. خب اما حالا اگر کلید نبود، راه دیگرش شاه کلیده، و اگر شاه کلید نبود، سیمی، دنباریکی، فازمتری، چیزی الا ماشاءالله، از بالا رفتن دیوار، طناب انداختن، قلاب گرفتن و غیره. حالا یه وقت هم هست که شما میخواید از دیوار همسایه برید بالا وارد خونه بشید. اونم به نظر من هیچ اشکالی نداره، اونم یه راهه برای رسیدن به خدا، اما به شرط این که در آزار و اذیتی برای همسایه نداشته باشید. به نظر من هیچ اشکالی نداره. علی ای حال هیچ آدمی توی دنیا نیست که راه برای رسیدن به خدا نداشته باشه. یعنی خدا چیزی که برای آدم ها زیاد گذاشته راهه و همش هم ختم میشه به خدا. آفرین، خیلی باحاله ها. خب خطبه امروز ما به همین سادگی تموم شد. بنابراین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات. آخه تقبل الله حاج آقا. قابل شما رو نداریم. حاج آقا منبر خیلی گرمی داشتی. بله حاج آقا، مسئلتون. جان؟ مسئلتون حاج آقا. ارزش شب قدر بیشتر از 1000 ماهه. چرا؟ اجازه بفرمایید جواب این سوال رو آقای فضلی بدن، ببینیم اطلاعات دینیشون در چه حدیه. بفرمایید آقای فضلی. البته جسارت حاج آقا. فی الواقع چون در این شب خداوند متعال با نزول فرشته ها حوادث یک سال رو تقدیر میکنه، لذا عبادت در این شب بهتر است از عبادت 1000 ماهه. تشویقشون بفرمایید. الله اکبر. الله اکبر. من واقعا حیرت کردم. آفرین بر شما اهالی محل که اینقدر با تقوا، متدین، با ثبات هستید. احسنت بر شما، احسنت. پس حاج آقا یه سوال اجازه بفرمایید برای بعد، چون بنده قراره که به زیارت امامزاده برم، اگر اجازه بفرمایید یه امشب اجازه بدین دور هم باشیم حاج آقا. یه شام مختصری تدارک دیدیم. انشالله فردا هر جایی که خواستید برید من خودم میبرمتون. الهی شکر. خیلی وقت بود غذای به این توپی نخورده بودیم. دیگه باید ببخشین حاج آقا، مثل دستپخت خونتون نبود. استعداد دارم. مسئلتون. بله حاج آقا، قطب شمال 6 ماه شب 6 ماه روز. عجب. چجوری میشه نماز خوند؟ یه جوری آدم رو نگاه میکنید انگار بلیت شمس الاماره دستتون رو میخواد برید قطب شمال. اتفاقا در خصوص این موضوع هنوزم میان علما اختلافه. یه عده از علما نظرشون اینه که ما مسلمین اصلا به قطب شمال نباید بریم، چون گرمایی هستیم و سرما به ما سازگار نیست. حالا چه کاریه که ما بریم به جایی که خدا نکرده از شدت سرما به لقاء الله بپیوندیم؟ حاج آقا ببخشید، با این حساب اگر بین مسلمین و قطب شمال جنگی بشه، تکلیف اون مسلمونی که اسیر میشه چیه؟ بله، اتفاقا اون دسته از علما هم همینو میگن که شما تو اون 6 ماه شب هر نمازی که بخوانید جز نماز شب محسوب میشه و اصلا گور پدر قطب شمال. شما بهتره که طبق ساعت مملکت خودتون نماز بخوانید و بخوانید. حاج آقا پس با این حساب تمام شد و رفت. شما ماستت بخور.
حاج آقا، یکی از اهالی محل صدای خیلی خوبی دارن، میخوان یه دهن بخونن اگه شما اجازه بدین. بله چه اشکالی داره، اتفاقا یه آوازی هم تلاوت بشه برای هضم غذام خوبه. بفهمید. Küçelere susap pişem, küçelere susap pişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele gelsin. این موسیقی خدا نکرده مصاب غنا نباشه. بله خوب، به هر حال چه اشکال داره، خیلی هم خوبه. آخه مسجد که جای این کارا نیست. آی فضلی چی گفته که مسجد فقط جای عزاداریه؟ اتفاقا یه وقتایی هم لازمه که شادی بکنید، حالتونو بکنید. İstikana salmışam. Yarım gedip tak kalmışam. واقعا چقدر بعد از این غذا میچسبه آقای فضلی. Ne güzeldir benim yarım, ne şirindir aziz canım. اجیت کن سر فرصت انشالله. کجا میخواید برید شهر؟ با اجازه شما. میخواید ما باهاتون بیایم که موقع گم نشید؟ نه خیر نیازی نیست، من گم نمیشم، نگران نباشید. ببخشید یه سوال داشتم درباره تزیینات سیگه فضولی. ببین عزیز برادر، الان فرصت جواب دادن به این سوال نیست، ولی حکایت مثل شما دو نفر میماند که الان مثل کنه به من چسبیدید و هر جا میرم دنبال من راه افتادید. اینو میگن صیغه فضولی. آها، پس حاج آقا یه سوال دیگه، شما الان کجا میرید؟ زیر گل. لا اله الا الله. اگر خدا بخواد میخوام برم به زیارت امامزاده. دیشب به خوابم آمد و مرا طلبید. با اجازه شما، خداوند قسمت شما هم بکنه انشالله. خوش به سعادتتون حاج آقا. یا الله. حاج آقا التماس دعا داریم. قیافش اینو نظر کرده هستا. صیغه فضولی. آره دیگه رفته بودیم پارک، بعد یه پسری افتاده بود دنبالم می‌خواست مطمئن، منم بهش گفتم نامزد دارم. تو رو خدا بلند نشید، مشغول باشید. والا چی ساختی حاج رضا؟ چکر آرزو مونک، خیلی دلم برات تنگ شده. فرمایش. علیک سلام. با کی کار داری؟ با معتزده کار دارم. چی کارش داری؟ من تهران اومدم جکسون منو فرستم. رز مارمولک شمایی؟ با عزتون. محمود دیروز تو ایسکا منتظرت بود. نیومدی. بیا بیرون. گفتم بیا بیرون. عجب سعادتی حاج آقا. آقا سلام علیکم. شما اینجا چیکار میکنید؟ گلاب بروتون غذای حاجت دیگه، فقط مراقب باشید اینجا آفتابه نداره ها. دو وجه مال سردارته. والذي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذی اخرج الماء. حاج آقا خیلی خوشحال شدم.
ممنون، بفرمایید نماز در خدمتتون التماس دعا. من هم تو فکر اون راههای رسیدن به خدا ادامه بدید، حتما پیدا میکنید. حاجی فرما شیر یا خط؟ البته بنده نمیدونم این آقا مجتبی این سوالا رو از کجاش در میاره، ولی خب به هر حال مهمه که مسلمین بدانند در فضا چگونه به وظایف شرعی خودشون عمل کنند. عرض میکنم چون آدم ها در فضا روی زمین بند نیستن، بنابراین اگر بدن زن و مرد فضانورد با هم برخورد کند اشکالی ندارد، اما لازم است قبل از عزیمت به فضا صیغه‌ای خوانده شود که احتمالاً به هم حلال شوند انشاءالله. در این صورت با توجه به کمبود آب در سفینه‌های فضایی آن غسل بر فضانورد مسلمان واجب نیست. حاج آقا ببخشید این مسئله که میفرمایید در فضا که جاذبه وجود نداره مصداق داره، ولی در زمین که جاذبه وجود داره ارتباط بین دختر و پسر مشکل داره. خیر جناب آقای فضلی، شما مثل این که دوزاریتون کجه، خیلی ببخشید مثل این که شما در جوانی تمام و کمال حال و حول خود را کردید، حالا که نوبت به این جوانها رسیده شدید کاسه دختر از آش. آقا جان مگه ما جوانها دل نداریم؟ صلوات اللهم صل. خیلی خوب، حالا شور و سنی براتون نداره، یه چیزی میگن سریع بول نگیرید. بفرمایید، اجازه بدید بنده حرفمو بزنم. بله جناب فضلی، شما در اون زمان با 10,000 تومان زن گرفتید، امروزه با 10,000 تومان فوش هم با آدم نمیدن، چه برسه به زن. خب این جوان ننه مرده چه کند؟ آخه همه که امکانات فضانوردی ندارند. باور بفرمایید بنده خودم گاهن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب آقای فضلی، بنده یه عرض مختصری خدمتتون داشتم. در خدمتم حاج آقا. اگر ممکنه اون وانتتون روی چند ساعتی بنده قرض بدید برای رفتن به شهر. وانت متعلق به خود شماست. حاج آقا ما شهر خوب بلدیم ما. میخواید باهاتون بیایم؟ شما کجا آقا آمدی؟ تو سوره عنکبوت حفظ کردی؟ حفظ که نه، ولی بالاخره حفظ میکنم دیگه. چیزی به تاریخ ثبت نام نمونده ها. شما بفرمایید اگه لازم بشه من خودم حاج آقا رو میرسونم. استعداد دارم. آخه یه کاریه که باید حتما خودم تنها برم. تنها؟ بله. آخه قراریه بین خودم و خدا. اینه که خوش به سعادتتون حاج آقا. ما رو از دعا فراموش نکنید. شما بفرمایید. خدمت شما حاج آقا. چطوری حاج آقا؟ مخلص شما هستم. خبریه؟ مگه شما کلانتری؟ نه خیر، همینطوری کلا عرض کردم. پس بفرما آدم خوب سرش تو لاک خودش میشه. بابا حاجی کوچیکه اخلاقش خوب شد. چه جورم؟ لا بده من پولو، حاجی از خودمونه. شیطونه میگه دل برداشته بریزم بیرون. چون؟ هیچی، عرض کردم تو عزیز دلمی، دلانگیز. اگر اسلام دستبال ما رو نبسته بود. فدا. شما اجازه میدید این اراذل هر غلطی که دلشان میخواد با شما بکنن؟ چی کار باید کرد؟ عزیز برادر، در این گونه موارد ضرورت دارد بزنید خار مادرشان را با هم پیوند دهید. ای بابا، شما هم نفستون از جای گرم در میادم. سلام. سلام محمود آقا، منم رضا. من محمود نیستم. کجا رو میخواستی؟
مگه اینجا پلاک 15 نیست؟ کوچه 8 پلاک 15. نه خیر، اینجا کوچه شهید استواریه، کوچه 8 بالاتر میشه. خیلی ببخشید آخه قبلی کوچه 7 بود. آره ولی ترتیب کوچه ها اینجوریه: 5م، 6م شهید قادری، 7م شهید استواری، بلبل، 9م، 8م. بله. کیه؟ منم رضا. آقا رضا بفرما تو. سلام علیکم. تو که رضا نیستی؟ ببخشید منزل آقای معتزدی اینجاست پلاک 15. نه خیر. مگه اینجا کوچه 8 نیست پلاک 15؟ همینه، ولی تازگی شهرداری پلاکا رو عوض کرده. بفرما. منزل آقای معتزدی؟ بله بفرمایید. در سوخته بیشرف خدا ازتون نگذره. حالا خودتو ناراحت نکن مادر. چطور میگی خودم رو ناراحت نکنم؟ بچه دسته کنم و جلو چشم دستبند زدن بردن. میخوای برقصم؟ ازش خبر نداری زندونه کجاست؟ اگه پسرم آزاد نشه من نفرین میکنم. تو نفرینای منو ندیدی، من جیگر سرمه‌ای میکنم. ببین مادر، من یه امانتی پیش محمود دارم. یه امانتی تو نمیدونی کجاست؟ نه خیر، اون که کاراشو خونه نمی آورد، از بس که بیشرف کلاهبردار بود. الهی داغشو ببینم، هر بلایی که سرش بیاد حقشه. وای خدا خیرت بده که کمکم کردی. قابل شما رو نداره. بازم سر بزن، تو منو یاد اون پسر بیشرفم میندازی. چشام سلام. اون بری؟ اون بر کجا بود؟ هنوز این برم. ده چرا نرفتی؟ معتزدی رو گرفتم، زندانه. تفلک. حالا چی کار میکنی؟ نمیدونم، بعد جوری کارم گره خورده. حالا برم ببینم خودم میتونم غلطی بکنم. یه وقت به سرت نزنه قاچاقی را بیفتی از مرز خارج چی. بگیرم پدرتو در میارم. نخیر انشالله. چرا چرت و پرت میگی؟ خدا حافظ شما باشه انشالله. خدا حافظ. سلام. رضا خانواده خوب بودن؟ خیلی انشالله. حاجا کلا من یه سوال اینو داشتم. بهش میگن صیغه فضولی. بفرمایید. حاجا ببخشید، بعد از دیدن فیلم ترسناک نماز آیت واجبه؟ چون امکان دارد که موقع دیدن فیلم ترسناک خودتان را خیس بکنید، برای شما طهارت واجب است. برو آب بکش. ننویس، برو آب بکش. برو. سلام علیکم. معتزدی؟ کی هست؟ خوش خبر باشی سرگرد. آجون بو میده.
حاج آقا جسارت به شما، دیشب کجا بودی که لباسات اینقدر بو میده؟ والا از شما چه پنون آقای فضلی؟ بنده دیشب مأموریتی داشتم، اینه که چالشولای خیابونم که میدونی کم نیست، توی تاریکی یه دفعه افتادم توی جوی آب. آقا وعده و وعید تا کی؟ حرف ما چقدر؟ به خدا تحمل مردان ما تموم شد. حالا اگه حرف نمیزنن نجیبن، حرف نمیزنن صداشون در نمیاد. بندم که پا شدم دارم حرف میزنم واسه اینکه دارم احساس مسئولیت میکنم. خودم میدونم چند مرده حرف دارم میزنم. مشتلی ای بابا آقایون امروز همه مهمون آقای مهندس شجاعی هستن. برای موفقیت ایشون در انتخابات صلوات خواهد گفت. آقا نماینده چی باید داشته باشه؟ برش. متوجه هستیم؟ باید برش داشته باشه. بقیه کارا خودش هست. مشتلی چشمم ای بابا. شما کی هستن آقای فضلی؟ مهندس شجاعیه. میخواد نماینده مجلس بشه، حسابی هم داره خرج میکنه. این حاج آقا میخواسته قاچاقی از مرز رد بشه، مرز با ما گرفتنش چوب دستش قلم کرد. چه شد حاج آقا؟ همون گرفتتت. بچه بدو دوتا نوشنه بگیر بیا. بدو بینم. بدو. الان حالت بهتر میشه حاج آقا. درست میشه. خود سر. تعقیبش کردیم. دیدیم از محلهای ناجور بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست. اگر برادر عملی اجازه بدن. آقا جان ساکت باش، میخوام یک بحث مهمی با شما بکنم. اجازه بفرمایید. بله جان. بله، بحث ما در مورد فیلم سینمایی پالپ فیکشن هست. آقا مجتبی عزیز برادر باید تک تک شما را به اسم صدا بکنم. خب ساکت باش، چه شما چه غلامعلی ساکت باشین، میخوام صحبت بکنیم. بله جان. چشم. بله، این اثر ساخته برادر تارنتینوست که از برادران متعهد و اهل کتاب هم از گویا چندین جای. آقا مجتبی، آقای غلامعلی، خواهش کردم که صحبت نکنید. حالا یه سوال دارم. هی اینقدر بیخی گوش هم بزبز نکن. تو چه سوالی از اون داری؟ هر چه سوال داشتی از من کردی عزیزم. اصلا بنده صحبت نمی کنم، رشته کلام از دستم در رفت. خلاص برید چایتون رو بخورید، لذت ببرید. من از خاره سر دیوار دانستم که کس نمی گردد از این بالاشی. بله منم حاج آقا. چه بهتر. خدایا شکر. ببخشید این وقت شب مزاحمتون میشم. اختیار دارید. اندل مطالبه بنده در خدمت شما هستم. بفرمایید عزیز دل برادر. ببخشید. بفرمایید. یا الله. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم. سلام حاج آقا. اینجا چه خبره؟ ببخشید حاج آقا، ما اومدیم به شما کمک کنیم. کمک به من؟ ما میدونیم حاج آقا. ببخشید چی رو میدونید؟ من و غلامعلی دیشب تعقیبتون کردیم آقا. ببخشید ولی وقتی گفتید منو طلبید ما هم فوزیلیمون گل کرد. حاج آقا ما متأثر شدیم به خاطر عظمت شما، به خاطر بزرگواری شما. جان؟ حاج آقا ما قول میدیم این راز شما بین خودمون بمونه. کدوم راز؟ همین که شبا با لباسای مبدل میرید محلهای فقیر نشین. به خانواده زندانیا سر زدیم. حاج آقا خیلی دعاتونم کرد. اون پیرزن رو میگید. خب البته این جزو وظایف ماست. کدوم وظیفه حاج آقا؟ اگه وظیفه است چرا بقیه نمیکنن؟ استعداد دارم. حالا یک کمک یواشکی به یک انسان نیازمند که این حرفا را ندارد. یکی؟ حاج آقا حداقل اون شب در 20 تا خونه رفتن. ساک حاج آقا اولش پر بود، بعد خالی شد. من خیلی ناراحت شدم از اینکه شما متوجه شدید. البته اجر این کارا به این است که یواشکی باشد. حاج آقا ما هم نمیخواستیم اول به روتون بیاریم،
ولی دیدیم که خیلی زشته عین خیالمون نباشه. الهی من پیشمرگش شما انسان‌های نیکوکار بشوم انشالله. به خاطر همین گفتیم از امشب باهاتون بیایم. خب همین محبت‌ها و انسانیت. بله امشب؟ بله امشب. آخه من امشب جایی نمیرم. حاج آقا ما مستحقین شهر رو میشناسیم. خب درست ولی نه خیر. حاج آقا ما کمکامون هم آوردیم. برو بیار. حاج آقا ما که تا حالا روحانی نداشتیم. خمس و زکاتمون هم ندادیم. خدمت شما باشه خودتون پخش کنید. ما رو هم حلال کنید حاج آقا. ببینید حاج آقا. حاج آقا نمیخواین ما هم ثواب ببریم؟ من مخلص شما هستم. بریم با هم ثواب ببریم یواشکی. چش 1 2 3 4 خدا خیرتون بده. خدا از بزرگی کمتون نکنه. ما چی کاره ایم؟ این حاج آقا رو دعا کنیم. محتاجیم به دعا. مونده بودم تو خجالت این بچه ها. هیچی غذا تو خانه نداشتیم. خدا رو شکر. شغل شما چیه عزیز برادر؟ بیکارم حاج آقا. کارخونه کار میکردم. ورشکست شد بیکار شدم. خودت هم بشین یه لقمه بزن. هرچی خواستید بگید. این دخترتون انگار یکم مریضه. مریضه؟ داغ تب داره؟ 3 روزه که تب داره. 3 روز تب داره؟ چرا نبردش دکتر؟ بردیمش دکتر. آزمایش نرسونشتن. خرجش زیاده. خوب شد. شام هم نمیخوری؟ حاج آقا اینجوری که نمیشه. اجازه بدید من بیام عقب. چند تا سوال دارم. نه خیر لازم نکرد. حالا چه وقت سوال کردنه؟ میخوام هوا بخورم. به قدری سوال میکند ماشاءالله که انگار خار مادر آدم را باهاش وصلت میکند. 4,500 از آن همه پول مونده. 4,500. خدا خیرتون بده حاج آقا. چقدر مردم خوشحال میکنید. حتما الان خیلی خوشحالید نه؟ والا خوشحال که هستم ولی نمیدونم چرا وقتی یه کار خوبی انجام میدم این گوشهایم شروع میکند به زنگ زدن. عجیبه ها. خوش به حالتون. خدا شما رو خیلی دوست داره. منم دعا کنید. آخه شما که به دعای من احتیاجی ندارید. ماشاءالله دختر به این گلی با تقوا. نه حاج آقا من بنده خوبی نبودم. ای شیطون نکنه گناه کردی. عزیز دل برادر بیا با هم بریم اعتراف کن بلکه از بار گناهانت سبک بشی. عجب لباسیه. دست و بال آدم رو میبنده. سوالت چی بود؟ بریم منتظرم. بشین بگم برای چایی بیارم. چایی بیار پسر. این طرف آقا رضا مارمولک. همینجوری گسری رد بشه. فکر نمی‌کردم ولتون کرده باشه. اگه کاری نکردم. محمود معتزلی هم آزاد شده. نمیدونم. خیلی وقت ازش خبر ندارم. بچه‌ها کسی از محمود معتزلی خبر داره؟ گفت فرنگ زندون. بیا. اینم بچه‌سی شما. یه عرض خصوصی داشتم حاج خانم. حاج خانم خودتی. اسم من عذرا خانم آقا مارمولک. خیلی خوب عذرا خانم. شما کسی رو میشناسی که تو کار قاچاق آدم باشه؟ از خودت میخوای؟ حالا اینو ببین کیف میکنی؟ 20,000 تومانی رو میگیرم میکنمش 200,000 تومانی. کار خودته؟ کار من چک پوله. خیلی وقتم از این کارا نکردم. خیلی باحاله. باریکلا. گذرنامه چی؟ رفیق آقا محمودی دیگه. عکس داری؟ آره. 200,000 تومان بیار. پاسپورتو ببر. 200,000 تومان؟ مگه پول عرب خرچه؟ نرخش همینه داداش. محمودم که بود همینو میگرفت. تازه 50 تومنم پیش. بابا انصافت شکر.
اگه میخوای دری راش همینه. سلام حاج آقا. سلام علیکم، خسته نباشید. چه خبر انشالله؟ نیمه شعبان دیگه حاج آقا. به به چه حالی بکنیم ما. زیر سایه شما حاج آقا. حاج آقا ببخشید حاج آقا یه سوال داشتم. کلا درباره غسل التماسی وقتی آدم بین هوا و فضا روایت است که سوال را همیشه باید به موقع پرسید، نه الان. روایت هست؟ روایت سوال رو باید به موقع پرسید، نه الان. یه کار بهت سپردم. خب چیکار کنم؟ یه اومد رد شد دیگه. حاج آقا سلام. مسئلتون بعد از نماز. حاج آقا من که سوال ندارم، میخواستم بگم که ما قصد اون ازدواج ها. به سلامتی، مبارک انشالله. البته میدونی چی حاج آقا، ننه بابا همون نمیدونم، حقم دارن، تعصبی هم، ولی من میترسم که بچه جون من که چیزی نگفتم، خودتو ناراحت نکن، من دهانم قرصه. خیلی ممنون حاج آقا، دیگه فهمیدم در مورد من چجوری فکر میکنی. من اصلا در مورد تو فکر نمی کنم. نه حاج آقا حق داری، من به در روحانیت نمیخورم. چرا؟ من دلم پاک نیست دیگه حاج آقا. اتفاقا منم مثل خودتم، ولی روحانیت به دردم خورد. حاج آقا من ایمونم درست نیست، ضعیفه. نماز که میخونم حواسم همه جا هست الا نماز. قرآنم که حفظ میکنم انگار دارم کو میکنم. عوضش خاک بسرم کنن، کار حروم که میاد وسط وسوسه میشن. میفهمم چی میگی. حاج آقا من ریشه‌ام با تیغ میزنم. آخه طلبه که ریشه‌شو با تیغ نمیزنه. اصلا کی گفت من باید طلبه بشم حاج آقا؟ ببین حاج آقا من دستم با سیگار سوزوندم که دیگه سیگار نکشم، ولی هنوزم دارم میکشم. آخه آدم عاقل با خودش همچین کاری میکنه؟ حاج آقا خودم نمیخواد من این کارو بشم. بزمج خریت خودتو گردن خدا ننداز. ببین منو آدمی، خب آدم خود به خود علاقه داره به کار خلاف دست خودش هم نیست. خود خدامون قضا که میگن سختگیر نیست. بابا اگه خودش هم از بیخ با این قضایا مخالف بود اصلا آلت جرم منو تو نمیداد. برو زندگی تو بکن عزیز برادر. من به عنوان نماینده تامل اختیار از طرف خدا در این محله و در تمامی محله ها به شما میگم خدا شما رو بخشید، خلاص برو حالتو بکن، اما مواظب باش اسراف نکن. حاج آقا شما در مورد اون مسئله گفتیم بعد آدم راه برسونن به خدا. خب حاج آقا من راهم گم کردم، اگه میشه یه راه میونبر رو نشون بدی. بنده خدا تو به دنبال میونبر میگردی، من به دنبال در رو میگردم. یه نفر میخوام به خودم اینجا چه خبر شده؟ حاج آقا یه دونه دخترمو داره میکشه. آخه رو چه حسابی؟ دیگه اگه برنگرده سر خونه و زندگیش میکشمش. به پلیس که خبر ندادید انشالله تعالی. نه حاج آقا میگه اگه پلیس بیاد میکشمش. خب پس بیاد بریم بالا بگیریمش. اگه یکی بیاد بالا میکشمش. مگه پشت گوششو ببینه عمرن. خب برگرد سر خونه زندگیش کی از آقا دلانگیز بهتر؟ میخواد مگر رو نشه من رد شه. برادر دلانگیز درو باز کن. بهت میگم درو باز کن. چرا باز نمیشه این؟ شرمندم گلفه. کلیدش کجاست؟ دست اوستاست. میخوای بالا بالا بگی ازش. بالا؟ بسیار از چاره نیست، باید رفت بالا، البته با اجازه صاحب خانه. یا الله تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم تا با هم یکم صحبت کنیم. من با تو صحبتی ندارم. از همونجا که اومدی برو بیرون، تو استخوناتو نشیستم. غلط میکنی. خفه شو. شما اجازه بده این عزیز دل بره تا من با شما اینجا بمونم هدایتتون کنم. آخه تو به چه درد من میخوری آخوند دوزری؟ حواست باشه به روحانیت توهین نکن و به روی اون قیمت هم نگذار. مثلا اگه توهین کنم چی میشه؟ ببین شازده با خشونت هیچ مشکلی حل نمیشه. بهتر نیست به اعصابت مسلط باشی
تا بتونیم این مشکل رو به شکل معقول از بین ببریم؟ اجازه کنا میزنم تا اجازه بفرمایید. مثل زبون آدمیزا حالیت نمیشه. عزیز دلانگیز، یه لحظه اجازه بفرمایید. من میخوام یه نصیحتی خدمتتون عرض بکنم. اجازه بده دارم صحبت میکنم. سعی کن هیچ وقت دست به روی روحانیت بلند نکنی. بلخص که روحانیتش بچه دروازه خورد. نگران نباشید. همونطوری که در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم، راه‌های رسیدن به خدا چی؟ به عدد آدم هاست حاج آقا. آفرین. حالا 3 مورد دیگه هم به اون اضافه کنید. کفگرگی، زیرزانو و کله. در مواقع ضروری از اون استفاده بکنید. حتما کارسازه. خب عزیز دل برادر، خدا حافظ. مواظب خودتون باشید. حالا برو استاد بتی کن. دست درد نکنه حاج آقا، دلم خنک. الله اکبر. عجب. واش اوستا آبرو. مردشور استادم ببرن. سلطان نعمتی به قول معروف عامل نفوذی ما تو باند مواد مخدره. خودت بگو نعمتی. خدمتتون عرض کنم بنده توی قهوه خونه مظفری نشسته بودم، مأموریت داشتم که این آقایی که شما میفرمایید اومد تو. صورتشو دیدی؟ پشتم بود، اما شنیدم قبل چیه گفت مارمولک. خودت شنیدی؟ بله مطمئنم، یه هماش صحبت میکردم. صحبتاشون راجع به گذرنامه از این حرفا بود. بعدش هم با هم رفتیم. البته این قهوه‌چی که میگه شوهرش از اون آدم پرونای درجه 1 بود. 4 سال پیش مرد. الان هم قهوه خونه‌شون شده پاتوق آدمای خلاف. گذاشتیم باز باشه که ریشه‌شون رو بزنیم. یعنی ممکنه این خانم خودش هم آدم پران باشه. یا آدم پرونا رو بشناسه. بعید نیست. سلام علیکم. حاج آقا ببخشید با این زخم نماز درسته؟ اصلا به این حرفا نیست. آدم باید ذاتش درست باشه. تو یادم آدم اومده مسجد. ما هم داریم میریم مسجد. بذار باشه بعد از نماز. یا الله. خداییش اصلا بهش نمیاد دسته بزن داشته باشه. میگم یکم سست اوستا. واسه چی؟ یه وقت نگن حتی از آخونده اومدن دارن نماز میخونن. هر چی میخواد بگه. این همون آخوندیه که دلنگیز حاضر پشت سرش نماز بخونه. برای سلامتی علمای اسلام اجماعاً بلند صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید بشینید. بفرمایید بشینید. یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که امشب میبینم عده خیلی کثیری از اهالی محل دور هم جمع شدن در این مسجد. این جای خوشحالیه و فکر میکنم اینا همش تأثیرات اون جمله معروف راههای رسیدن به خداست. چرا که میبینم 2 تن از برادران اراذل اوباش هم به آغوش اسلام پیوستن. خدا رو شکر. امیدوارم که از ته دل بوده باشه. واقعیتشو بخواید خود بندم تازه دارم به معنای واقعی این جمله میرسم. پس بنابراین به جای اینکه اون بالا بشینم حرف بزنم، لازمه که اینجا بشینیم و به این جمله به واقع فکر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اصلا مزهش به اینی که آدم خودش بره. آقا جون نبودید ببینید این یارو که 6 تا بچه داشت چه حالی شده بود. حاج آقا بهش بگید. بله واقعا بنده خیلی متأثر شدم علی حاله. البته شکی نیست که کار شما خیره حاج آقا، ولی جنابالی که بلند شدی رفتی و دم صبح برگشتی هیچ میدونی که چقدر از کار اصلی عقب افتادی؟ کار اصلی من کدومه؟ کمک به مردم یا حفظ قرآن؟ آره بچه، خدمت به مردم کار تو نیست. پاشو بینم. پاشو. اگه با تو نیستم آقا علی. من تو مسابقه شرکت نمی‌کنم. بله؟ من تو مسابقه شرکت نمی‌کنم. اصلا من دلم نمیخواد قرآن حفظ کنم. حاج آقا شما یه چیزی بهش بگید. های فضلی اینقدر گیر نده به این جوونا. آخه بهش که زورکی نمیشه عزیز برادر. اونقدر فشار میاری که از اون ور جهنم میزنه بیرون. حاج آقا بله همه منتظرن. اینا چیه؟ نون و خرماست. مادرم درست کرده. همه پسرم ها اومدن. 2 تا وانه دم در منتظر تشریف بیارید. امشب من با شما نیستم به حول قوه الهی. چرا حاج آقا؟ معذاله. حاج آقا اینجوری که نمیشه. عزیز برادر بنده یک مأموریتی دارم.
شما لطف کنید این مبلغ از طرف من بدید به فقرا. معلومه طرف خیلی محتاجه ها. حاج آقا یه سوال در مورد الان موقع سوال کردن نیست، اینا جز اسرار الهیه. برو ببینم بابا. تو بلند شو ببینم. یالا. من خودم باید برم. نه حال میکنی؟ سرریختش بد نیست. بد نیست. دلت خوش آقا. میدونی واسه عوض کردن همین شماره چه پدری ازم در اومد. دست درست. اما این گوشش هنوز یه ریزه کار داره. شما هم کارت ظریفه. به من میگن عذرا شاپوری، دختر استاد یوسف شاپوری. چه جالب. اصلا میشناسیش الکی حرف میزنی؟ نه وقتی میگه استاد بالاخره. یوسف شاپوری رو همه تو این خطه میشناسن. استاد مینیاتور و تذهیب بود. من شاگردش هم بودم. ای بابا پس چرا اینجوری؟ دست سرنوشت آقا رضا. مادر مورد خیال میکرد من یه روز یه نقاش معروف میشم. چه خیالاتی. فرمایش. بفرمایید. این دیگه چیه؟ شما بفرمایید اینا چیه؟ این یعنی به تعداد آدم‌ها راه هست برای رسیدن به خدا. ول کن بابا. یادتون نره. خدا حافظ شما. بریم. چه آدمای بیکاری تو این دنیا پیدا میشن. یارو اینا رو آورده میگه راههای رسیدن به خدا زیاده. اینا هم دلشون خوشه. بفرمان اونو خورما. نوش جان صرف شده. پلاک چند بود؟ 20. چی شد روزا خانم؟ امشب بعد از این همه سال یاد پدر مادرم افتادم. اونم کی؟ شب جمعه. وقتی یهویی زنگ میزنن اونو خورما میارن. خب یعنی چی؟ خدا منو فراموش نکرده. خیلی خب دمشون گرم. به کارمون برسیم. روزا خانم توبه ول کن جون اون مادر. توبه چیه؟ من توبه کردم. چی کار؟ بابا این جوونا رو من میشناسم. یه مش علافم. بیه گذرا من درست کنم برم دنبال بدبختی. چی کار داری میکنی دیوونه؟ تو هم توبه کن آقا رضا. خدا قبول میکنه. خدا میبخشه. زنه که خاله چه؟ اوه چه خبرته؟ بنا نسبت گفت؟ خانم شاپوری؟ نه خیر. شما خانم عذرا شاپوری نیستی؟ عرض کردم نه خیر. مگه اینجا منزل جناب عالی نیست؟ اصلا شما کی هستین که منو سینجین میکنی؟ بفرمایید. اینجا پلاک 20 کوچه شهید شیروژه نیست؟ نه خیر سرکار. اینجا پلاک 2. شما اشتباه گرفتین. این پلاک 2؟ این پلاک ما چرا اینجوری شده؟ این شغلی کفتر سرکار. بفرمایید. شد 2. کمک کن. چه بلایی سر خودم آوردم خدایا. خدا شما رو میبخشه. توبه کنید. شما توبه کنید. خدا شما رو هم میبخشه. واسه همه تون جا هست. عذرا خانم؟ عذرا دیگه اینجا نیست. عذرا توبه کرد. خدا عذرا رو بخشید. خدا عذرا رو بخشید. خدایا توبه کنین. همتون توبه کنین. خدایا توبه کنین. خدا شما رو میبخشه. خدا شما رو میبخشه. خدایا 50 تومنم. زنی که توبه کنم. راه رو واکن. به کنار به کنار راه رو واکن. توبه خدا قبول میکنه. خدا قبول میکنه. توبه کنید همتون. خدایا شکر.
آقا ببینید چه پوسترایی دیگه چاپ کردن. آقای مهندس شجاعی با مشتای گره کرده بر روی مستکبرین، چقدر قشنگ و پرسیجت. یا این یکی آقای مهندس شجاعی مردی دوراندیش که به فکر هست و اینا. آقا این خیلی قشنگه این پوستره. آقای مهندس شجاعی در نهایت قدرت در مقابل مردم کردش. آقا این پوستره ما خاطرخواهی شدیم. ببینید چقدر قشنگه، اصلا به خصوصیت اخلاقی شما. مهندس شجاعی پشت کرده به تمام مال دنیا، انگار نه انگار که اصلا. آقا دست درد نکنه، عالی شده. ان شاءالله بره واسه چاپ. آقا ان شاءالله با این پوسترها رفتین مجلس. آقای مهندس بفرمایید صبحونه. چه عجب بالاخره نون تازه رسید. پیگیر کار پوسترها باشه، یک شنبه بعد بزنیم به دیوارا. بله آقا چشم، خیالتون راحت باشه. امروز چقدر دیر کردی صفورا خانم؟ یه سطح منظر نون تازه. ببخشید پیش آمدی شده. خیره. خاله ما یه مقدار خلافکاره. دیشب توبه کرد و یه محل رو ریخت به هم. چجوری توبه بوده که یه محله ریخته به هم؟ میگن حاج رضا باهاش صحبت کرده. ما که چیزی نفهمیدیم. همش گریه میکرد. حاج رضا کی هست؟ نشنیدی؟ همون شیخ مسجد امیر. هر شب با مردم میره در خونه آدمای فقیر رو پول میده. اونم چه جوری؟ با لباس ناشناس. اگه ناشناسه تو از کجا میشناسیش؟ اول ناشناس بوده ولی الان همه میشناسیمش. به فقیرا پول میده، به دخترای دم بخت جایزه میده، مریض شفا میده. مریض شفا میده؟ میگن یه پسر لالی از دست حاج رضا نون خرما گرفته و خورده زبونش باز شده. با اجازه. عجب. حاج آقا سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما؟ احوال شما. خوبین دیگه انشالله. خیلی ممنون. حاج آقا انشالله مأموریت دیگه. بله دیگه یواشکی با اجازهتون اگر اجازه بفرمایید. خوش به حالتون حاج آقا. قربونت برم حاج آقا. فدات شدن نگه. سعادتی نصیب ما شد حاج آقا، امروز خدمتتون باشیم. کلبه محقر ما رو مرور فرمودین. خدا شاده آرزوم بود که خدمتتون باشم. حالا که پیدات کردم دیگه دستت نمیدم. استعداد دارم ولی من خدمت دوستان عرض کردم. نه حاج آقا من صاحب خونم، شما مهمون. از قدیم اومدی میگفتن مهمون چیه صاحب خونه است؟ اگه صاحب خونه است. نفرمایین حاج آقا، سرور مایی، نور چشم مایی. اساسا میدونید ما چرا خدمت شما هستیم؟ برای اینکه عزیز من بنده هم مثل شما آدم خیری هستم. کار خیر انجام میدم، مسجد، مدرسه توفیق داشته باشیم. خداوند خیرتون بده. اجازه بدین بنده نداریم راه میافتیم الان میام گوشی باشم. حاج آقا پاشو. یه جایی میخوام ببرد، مطمئنم خوشحال میشی. کجا؟ زندان. زندان. نه بابا داریم راه میافتیم. 10 دقیقه دیگه اونجاییم. خداحافظ، تماس میگیرم. خداحافظ. ببخشید. حاج آقا توفیق داریم مناسبت عید آقا امام زمان که فردا هستش یه تعداد زندانی چک آزاد کنین. مجلس خصوصی خوش دارم شما هم باشی. خب بندم خیلی خوشحال میشم ولی امروز اصلا نمیتونم بیام. ببین حاج آقا من یه اخلاق سگی دارم، هر کی مقابل حرفم حرف بزنه ناراحت میشم، عصبانی میشم. صفورا 2 تا چای نمیتونی برداری بیاری؟ هر چی من میگم میذاری روش. آزادی زندانیان چک از اهم امور خیلی هم خوبه. بفرمایید. اون تو لازم بفرمایید دوستان منتظرم. آقا بفرمایید. صفدری 150,000 تومان، وکیلی 150,000 تومان، مقارعی 50,000 تومان. بدبخت رو واسه 50,000 تومان تو زندان. بچه خوبی هم هست، خیلی ثواب میکنید آقای مهندس. بله سانیفر 500,000 تومان. نزن آقا 500,000 تومان نداشتیم. نه ببینید من فکر میکنم 50,000 تومانه. نه آقا کسی که 500,000 بده کار همون زندان باشه بهتره. سرجم چقدر شد؟ 1,430,000 تومان. یه 70 تومن نداره سرراست یک کنیم بده؟ 70 تومن ندارم، یه 100 تومن دارم. نه آقا کافی همینا بس. سلام علیکم. سلام. خسته نباشی. آقای مجاور از همکارای بنده هستن. مهندس شجاعی که انشالله نماینده بعد ما هستن. حاج آقا احمدی از مردان خیر روزگار. ارادتمندم حاج آقا. اطلاع دارم. چی شد سرگرد؟ حوزدار رو میگیم؟ اطلاعات خاصی نداره. مثل که تختش کمه، همش درباره توبه و اینجور چیزا حرف میزنه. حاج آقا اگه اجازه فرمایید به اتفاق بریم برای مراسم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و بالاخص دوستان عزیز خلافکار. خب
البته همه ما میدونیم که آدم ها گاهن از نداری و بدبختی و گرفتاری است که دست به کارهای خلاف میزنن و از قدیم هم گفتن که آدم خلافکار دین ایمان ندارد. خب حالا این یعنی چی؟ خدمتتون عرض میکنم. اولا فکر نکنید که خداوند شما را فراموش کرده. شاید درهای زندان به روی شما بسته باشد، اما درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما بازه. اینقدر به فکر راههای در رو نباشید. خب خدا که فقط متعلق به آدمهای خوب نیست، خدای آدمهای خلافکارم هست و فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمیگذارد. فی الواقع خداوند اند لطافت، اند بخشش، اند بیخیال شدن، اند چشم پوشی و اند رفاقت هست. رفیق خوب و بامرام همه چیزش را پای رفاقت میدهد. اگر آدم ها مرام داشته باشند هیچ وقت دزدی نمیکنند، ولی متاسفانه بعضا آدم ها تکفری میکنند و این بد روزگار است. بایستی ما یه فکری به حال اهلی شدن آدم ها بکنیم. اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه کردن و این تنها راه رسیدن به خداست که بسیارم مهم است. من قصد نصیحت ندارم، چرا که فایده‌ای هم ندارد و اصلا به زور هم نمی شود کسی را وارد این است که آدم باید اصلا بذارید با این شعر من جمله رو تمام بکنم. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه فقط تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. من از همینجا آرزو میکنم که شما هرچی زودتر از اینجا آزاد بشید و راه خودتون رو پیدا کنید. شما هم دعا کنید که من هم پیدا کنم و من دیگه شما رو اینجا نبینم و شما هم بنده اینجا نبینید. انشالله که یه جای دیگه هم دیگه رو ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنونم از شما. خداوند خیرتون بده. ما را ببخشید که زیاده گویی کردیم. احسنت بر شما مردم صبور. خدا حافظتون باشه انشاءالله. اما این خیلی بی‌رحمانه است جناب مجاهد. عزیزم زندانی نمیاد اینجا که خوشگذرونی و تفریح کنه. زندانی میاد آدم بشه، اصلاح بشه. به قول معروف جور استاد به ز مهر پدر. درست میگم حاج آقا؟ بله کاملا درسته، بنده موافقم. حاج آقا شما چند سال قبل یه برنامه تو تلویزیون نداشتید؟ اسمش چی بود؟ معرفت در سیما. احسنت. بله معرفت در سیما. عرض نکردم من شما رو تلویزیون دیدم. چقدر خوب یادتونه. برنامه بسیار پرباری بود. دوشنبه شبا پخش میشد. درسته حاج آقا؟ بله کاملا درسته. دوشنبه شبا. ببخشید بنده یک مشکل اخلاقی دارم، باید دستی به آب برسونم. بنده رو ببخشید. آقای معتزدی؟ جانم. من یه چند دقیقه میخواستم با شما صحبت کنم. بخوان ادامه کنم؟ نه خیر، اگر اجازه بفرمایید چند لحظه. بفرمایید. من رضا مسقالی ام. رضا مسقالی؟ نمیشناسم. بابا رضا مارمولک. کی تو رو فرستاده؟ جکسون. قرار بود ردم کنی. سه نکن آبرمون نبر. ای والا این چه خیابه‌ای واسه خودت درست کردی؟ خب حالا بعد جوری گیر افتادم محمود آقا.
چرا نرفتی؟ رفتم، گفتن گرفتنت. چرا نرفتی گذرنامه تو بگیری؟ گذرنامه؟ اکی؟ مادرم همون موقع که 8 صورتی گذرنامه در جا آماده بود. دروغ نگو، رفتم پیشش. گفتی کی هستی؟ نه. کف دستشو که بو نکرده. برو پیشش بگو کی هستی گذرنامه تو بگی برو. جون رضا راست میگی؟ دروغ هم چیه بابا؟ جکسون گردن ما خیلی خب دیگه خدا نگهدارتون باشه. برادران میتونید ببریدش. حاج آقا التماس دعا. بسیار برنامه خوبی بود. ما خیلی خوش گذشت جناب آقای مشاور. مجاور هستم حاج آقا. به هر حال ان شاءالله فرصتی بشه که بازم شما رو تو تلویزیون ببینیم. البته مسئولین زیاد اصرار دارن ولی خب چون سطح برنامه پایینه اینه که زیاد در شأن ما نیست. خداحافظ. خدا نگهدار حاج آقا. به چی شک داری؟ برنامه‌ای به اسم معرفت در سیما وجود نداره. کف دستم رو بو نکرده بودم که ریختتم که این مأمورا بود. گذرنامه بود گفتی؟ آره. ما حلال حروم سرمون میشه. پول مشتری ها پولی نمی کنیم. من اون پسر بیشرفم رو اینجوری بردم. اینها باریش خوش تیبتری ها. بله دست شما درد نکنه. به خاطر فوت پدرم. اشکال نداره اما الان مرز بسته است. برو 2-3 ساعت دیگه بیا. خوش جلدی. باشه 2-3 ساعت هم روش برمیگردم. سلام علیکم. سلام حاج آقا. سلام علیکم. سلام علیکم. حاج آقا مأموریت تو روز روشن؟ مأموریت که روز و شب نداره. زود کاراتونو بکنید، نماز مغرب رو زودتر شروع می‌کنیم. مگه میشه حاج آقا؟ در مواقع ضروری بله. به غلام علی چه خبر؟ میخوام مسابقه شرکت کنم. احسنت. بفرمایید حاج آقا. خدا قبول کنن ان شاء الله. سلام حاج آقا، شما هم اینجایی؟ سلام بر فائزه خانم عزیز دل برادر. الهی بمیرم این چی هست حالا داری میبری؟ حتما خیلی هم سنگینه. سبزی خوردن برای جشن امشبه. اجازه بدین من کمکتون بکنم. نه به خدا اگه بذارم حاج آقا. من اتفاقا آمدم اینجا برای خدمت به شما. راستی مادر چند وقتی نیستن مسجد تشریف نمیارن؟ دستبوسن رفتن محله بالا برای شستن میوه ها. پس نیستن. علی‌رغم اینکه وقت تنگه ولی اجازه بفرمایید من تا منزل شما را هدایت بکنم. پس به شرطی که بیایم بالا یه چایی با هم بخوریم. بریم بالا؟ ای بر نفس اماره لعنت. والا خدا شاهده منم دلم میخواد ولی آخه عزیز دلانگیز. بله حاج آقا. آقا تشریف بیارید اینجا. کمک کنید بارای فائزه خانم ببرید. ما مخلص فائزه خانم هم هستیم. لازم نکرده. فائزه خانم این دلانگیز دیگه دلانگیز سابق نیست. خدا بخواد داره دلانگیزتر میشه. الان مدت هاست از عملکردش نسبت به شما اظهار پشیمانی میکنه. از این حرفا زیاد میزنه حاج آقا، دروغ میگه. نه خدا شاهده این دفعه فرق میکنه. حرف مفت نزن، من دیگه خر نمیشم. من اصلا کاریش این ندارم. بارا رو ببر، حرف اضافه هم نزن. داره برای خودش خودش توضیح میده ماشاءالله. این بلبل صحبت میکنه. گفتم اینا رو ببر، حرف اضافه نزن. قربون شما حاج آقا، خداحافظ شما. یا الله. بسیار خوب. از نیروی انتظامی پاسگاه بنابر استعلام از ستاد اقامه نماز به اطلاع میرساند حجت الاسلام و المسلمین حاج رضا احمدی که به عنوان امام جماعت مسجد امیر معرفی گردیده بود متاسفانه قبل از سفر به محل مأموریتشان به دلیل بیماری به رحمت ایزدی پیوسته است. یعنی این حاج احمدی همون سارق مسلحه؟ رضا مارمولر. سارق مسلح که نه، هم دستش هفته پیش دستگیر شده، اعتراف کرد که اسلحه متعلق به اونه. ولی این آدم کلی کار خیر کرده، مردم به سرش قسم میخورن. خب اشتباه میکنن. بریم. بر محمد و آل محمد صلوات خط کن. برای شادی آقا امام زمان صلوات خط کن.
میخواد بخونه، شما تشریف نمیاری؟ بگو شروع کنه. بله جان. این لباسه باید آدم محلی کنه. خوبه که آدم اهلی بشه نه؟ دیگه لازم نیست. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Samavara ot salmışam, samavara ot salmışam, istikana qat salmışam. İstikana katsamışam, yarın gedib tək qalmışam, yarın gedib tək qalmışam. Nə gözəl bir şirin canım, nə əzizdir gözəl yarım. علی حال هیچ آدمی توی دنیا نیست که راه برای رسیدن به خدا نداشته باشه. اصلا به این حرفا نیست، آدم باید ذاتش درست باشه. آخه بهش که زورکی نمیشه عزیز برادر، اونقدر فشار میاری که از اون برای جهنم میزنه بیرون. خداوند اند لطافت، اند بخشش، اند چشم‌پوشی و اند رفاقت است. این لباسا باید آدم اهلی کنه. خوبه که آدم اهلی بشه نه؟